با فرارسی فصل بهار در مملکت معرکه مهمی کشتی بهاری آغاز گردیده، دهقانان و کشاورزان با روحیه بلند مهنتی به کارهای صحرایی مشغول گردیدند. کشتی بهاری یکی از دوره‌های مهم سال برای ساحه کشاورزی به حساب رفته، زمینه اساسی تامین بازار داخلی با محصولات کشاورزی و تحکیم امنیت اوضاع‌قواری مملکت را فراهم می‌آورد. سال روان نیز کشاورزان ولایت سوخت با استفاده از شرایط مساعد آب و هوا و روزهای آفتابی به کشتی زراعت‌های گوناگون شروع نمودند. عین زمان در همه شهر و ناحیه‌های ولایت از جمله ناحیه باباجان غفورов، سپیتامن، ظفرآباد، جبار رسولов و دیگر منطقه‌های کشاورزی کارهای آمادگی و کشت با سرعت بلند ادامه دارند. دهقانان هر یک روز مساعد بهاری را ثمراناک استفاده برده به کشت زراعت‌های اساسی از قبیل گندم، جو، پخته، جواری مکه، کارتوشکا، پیاز، سبزوات و پالیزی‌ها مشغول می‌باشند. طبق ساختار کشتی زراعت‌های کشاورزی برای حاصل سال 2026 دورنمای کشتی بهاری در ولایت در میدان 153,770 گکتار پیش بینی گردیده است. طبق معلومات فوری از ریاست کشاورزی شهر نوی ولایت دسترس گردیده تا سنه مذکور در میدان 51,863 گکتار کشتی زراعت‌های بهاری گذرانده شد که این 13% دورنمای پیش بینی شده را تشکیل می‌دهد. از جمله زراعت غله‌دانی‌ها در میدان 32,493 گکتار گذرانده شد که این 108% دورنما را در بر می‌گیرد. زراعت اساسی که امروز در مقایسه دیگر زراعت‌ها بیشتر همچون زراعت استراتژیکی به حساب می‌رود، این زراعت پخته بوده در میدان 59,600 گکتار پیش بینی گردیده است تا امروز در میدان 4,358 گکتار کشت گذرانده شده است که این 7% دورنما را در بر گرفته. در میدان 312 گکتار کشت پخته با اصول اینواسیونی با زیر پلانکگی کشت گذرانده شده است. استفاده تخمی‌های خوش‌صفت، نوری‌های مینرالی و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر کشاورزی به بلند برداشتن حاصلناکی مساعدت می‌نماید. قابل ذکر است که مقامات محلی جهت دستگیری دهقانان تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستادند. تأمین سری وقتی سوزشواری، نوری‌ها، تکنیکای کشاورزی و آبیاری زمین‌ها از جمله مسائل مهم به شمار می‌رود. متخصصان تاکید می‌نمایند که در صورت رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی و استفاده ثمراناک ذخیره‌ها، سال روان نیز حاصل فراوان به دست آمده بازار داخلی با محصولات تر و تازه تأمین می‌گردد. وابسته به شرایط اقلیم، آب و هوا کشاورزان ولایت همین نمودی زراعت‌ها رو سر وقتی کشت گذرانده ایستاده. امروز من اصلا کشتی کارتوشکا در شهر نویاهای دامنکویی، من شهر نویاهای استراوشان، شهرستان، دیوشتیچ، کوهستانی محچا، عینی و پنجگین با سرعت ادامه دارد. من امروز چخیل کامگان خوب می‌دانم در 7 نویاهای پخته‌کار نیست هر روز نزدیک 88 تا 100 عدد تخم پوشک‌های پخته استفاده برده، پخته کشت گذرانده شده ایستاده است. معرکه کشتی بهاری در ولایت سوخت با روحیه بلند مهنت ادامه داشته. دهقانان با استفاده از هر یک روز مساعد برای رسیدن به نتیجه‌های بلند تلاش می‌ورزند. تدبیرهای اندیشیده شده و استفاده تجربه معاصر امکان می‌دهد که سطح استحصالات بالا رفته، بازار با محصولات وطنی بیشتر تأمین گردد. با چنین روند انتظار می‌رود که ساحه کشاورزی باز هم رشد یافته، سهم آن در اقتصادیات ملی افزایش یابد.